نویسگر با سابقه ایرانی مهمان امشب ما که بیش از 20 ساله در آمریکا مقیم شده. نمایشنامه درت اثری از یک نمایشنامه نویس اتریشی رابرت شنایدر به زبان انگلیسی در تالارهای دانشگاهی واشنگتن و شهرهای اطراف روی پرده است. هر هفته در جایی که هرچند مدتی از نوشته شدن اون میگذره، سوژه اون که به موضوع تبعیض و نفرت نژادی در جوامع غرب میپردازه گویی همیشه تازه است. مهمان امروز برنامه شبان آقای شاهین شکیبی است. آقای شکیبی خیلی خوش آمدید به برنامه ما. تو ترافیک گیر کرده بودیم. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین بینندگان برنامه شما در سراسر دنیا. البته من بگم که قد شما از من بلندتره، من این این خیلی بالاست و من یکم خودم پایین. آقای شکیبی توی این نمایشنامه درت که حالا ما توی تیزر گفتیم خاص ولی ترجمه درستش اگه بخوایم بگیم همون کثافت میشه یا آشغالا میشه بهش گفت. موضوع هم ظاهرا توی جای دیگری غیر از آمریکا میگذره. موضوع داستان این پیسی که شما بازی کردید درش تک نفری چی میگذره؟ داستان چیه؟ والا برنامه نمایش در مورد یک جوان عراقیه که میره کشور آلمان. یه دانشجوی عراقیه که از عراق وقتی وارد آلمان میشه دلش میخواد ادامه تحصیل بده و به عنوان معاش گل فروشی میکنه. تنهاست و دور از زن و بچه، ولی انقدر با مسئله نجات پرستی و مسئله سخت روبرو میشه که طول زندگی که شروع میکنه مردم اونو اذیت میکنن و یواش یواش خودش هم باورش میشه که یه اشکالی داره و احساس میکنه که تقصیر مردم نیست که اونو اذیت میکنن، بلکه اشکال واقعا از خودشه و این دنبال این اشکالات دیگری که ببینه چیه و مردم رو چرا دوست ندارن. زندگیشو خیلی تلخ میکنه و به جایی میرسه که از خودش متنفر میشه و به انزوا کشیده میشه. یکی دو بار بلند میشه سر کار و پول در بیاره، مثلا برق و اتاق 3 روز رفته و این باید کار بکنه و پول رو پرداخت کنه تا وقت کنن و همه احتیاج میترسه از اتاقش خارج بشه به خاطر سختی‌هایی که کشیده. اگر که اجازه بدیم یک صحنه از این نمایش رو نشون بدیم که به زبان انگلیسی و تماشاگرانمون رو در جریان کار رو بازی شما قرار بدیم، اما قبل از این بگیم که چطوری که شما یک ایرانی هستین و در این نمایش بازی میکنین. وقتی یک ایرانی یا یک عرب بازی کنه خیلی این نمایش حالت مستند پیدا میکنه، از حالت نمایش میاد بیرون. چرا یه آمریکایی بازی نکرده؟ والا حتی در خود اتریش هم وقتی که این نمایش رو اجرا کردن، شخصیتی که این رو بازی کرده خاورمیانه‌ای هست و باید اکسنت داشته باشه. این اشکال اصلیش هست. تماشاچی باید بیاد درد این شخصیت رو ببینه. یه مطلعی ممکنه نتونه این نمایش رو اینو به خوبی یه خاورمیانه‌ای انجام بده. در متروپول تئاتر که یکی از معروف‌ترین تئاترهای اتریش هست، این نمایشنامه رو یک ایرانی بازی کرد به دلیل اینکه باید میمیک و کامپلکشن یه ایرانی باشه و آقای مسعود رهنما بود که این نقش رو بازی کرد. و پس شما اینطوری با این اثر آشنا شدید؟ بله، من در اتریش اولین بار با نوشته آلمانی این کتاب آشنا شدم و این کتاب رو خوندم. از همون موقعی که این کتاب رو خوندم در متروپول تئاتر مسعود رهنما رو به اصطلاح صدا کردن و تبلیغ خوبی هم به او دادن و در 5 کشور مختلف اروپا هم 100 شب مختلف این نمایش اجرا شد به زبان آلمانی البته و من منتظر بودم که این نمایش به انگلیسی ترجمه بشه و شاید انگلیسی اونو بتونم اجرا کنم تا اینکه بالاخره در سال 96
آقای دکتر پال دیورک این رو به انگلیسی ترجمه کردن و منم پارسال تصمیم گرفتم که این کار رو اجرا کنم و روی صحنه بیاریم. با همین یک قسمت از این نمایش رو نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم با توضیحات بیشتر شما بفرمایید. Sitting in your beloved company. Not to see me so much as feeling your blossoming heart. See me dreaming your gracious hands. See me eat from your plate. See me sink my fingers into your white breast. خب میشه این قسمت رو خیلی سریع توضیح بدیم برای احتمالاً بینندگانی که آشنایی کمتری دارن با زبان انگلیسی؟ بله، در واقع این صحنه‌ایه که این دیگه به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه، با خودش شروع میکنه به کلنجار رفتن و درد دلش رو به تماشاچی میکنه و شروع میکنه به گریه کردن، دیگه چاره‌ای نداره و شروع میکنه به گریه کردن و به قول معروف درد دلش رو میریزه جلوی مردم، خودش رو خالی میکنه. آقای سکیت، شما توی ایران تحصیل بازیگری تئاتر کردین، یه مقدارم اونجا در گروه های حرفه‌ای، ولی نزدیک به 25 ساله که در خارج از ایران هستین. از چقدر از تجربه‌های شخصی خودتون در غرب، در خارج بگیم در تبعید توی این نمایشگاه استفاده کردین و به کار گرفتین؟ عرض حضورتون من به وین رفتم و مدت 2 سال در وین زندگی می‌کردم. به هر حال این مسئله نجات پرستی رو واقعا همه کس میتونن در همه دنیا تجربه بکنن. منم در وین به اصطلاح تجربه کردم این مسئله رو و همین باعث شد که من گرایش پیدا کنم به این نمایش. مسئله نجات پرستی به هر حال خیلی شدید بود اون موقعی که من در وین بودم و مجبور برای پیدا کردن کار و برای زندگی روزمره آدم مجبوره که با اجتماع تماس برقرار کنه و بتونه که با سختیاش بسازه. طبیعیه که شما برای یه مدت کوتاه وقتی که میریم برای ویزیت یک جا یا گردش و تفریح این مسائل روبرو نمیشیم. هر حال خیلی سخته و من خودم هم واقعا این تجربه رو کردم. یعنی با مسئله نجات پرستی خیلی هست و باید بگم که در آمریکا واقعا خیلی خیلی کمه. همون خواستم تفاوت اروپا یعنی اتریش و آمریکا رو بپرسم. خیلی کمه اینجا، نمیشه گفت نیست، به هیچ وجه هست، خیلی کمه، ولی به خاطر بزرگ بودن این منطقه است، به خاطر کشور آمریکا کشور بزرگیه نسبت به اروپا و اروپا همه چی خیلی کوچیک و در واقع محیط خیلی بسته تر از آمریکاست، به خاطر همین به چشم دیده میشه زندگی روزمره. فکر میکنید که اگه همون قدر محیط بسته بود همون مشکلات رو پیدا می‌کردیم در آمریکا؟ ممکن بود، ولی یه دلیل اصلی دیگرش هم من فکر میکنم به خاطر قوانین خیلی سفت و سخت آمریکا هست، به خاطر اینکه قانون حالت اجرایی خیلی سفت و سخت تری داره برای تمامی کسایی که اینجا زندگی میکنن و من فکر میکنم علتش یکی از دلایلش هم همینه که اینجا واقعا مردم نمیتونن رو در روی همدیگه نشون بدن این مسئله رو، ولی خب اجرای قوانین در اروپا یه شکل دیگه ای داره و یه مقدار متفاوته از آمریکا. یک صحنه کوچیک دیگر از این نمایش رو با هم نگاه میکنیم، باز برمیگردیم با توضیحات شما بفرمایید. Our country doesn't mean anything to the foreigners either. Do you all think they are here because the apples are so cheap? They have got their eyes on our job, and even more so on our social system. That just has to be said flat out. خب توضیح این یه قسمتی هست که این کاراکتر نقش یه پالیتیشن و یا یه سیاستمدار رو بازی میکنه. این همینجوری که در خیابونا راه میره گهگداری اینقدر محو اشکال‌ها و مشکلات زندگیش هست که بعضی وقتا هم تصور میکنه. این هم یه صحنه از تصور این کاراکتره، میره تو تخیلش و
این حرفایی که از یه سیاستمدار در حال سخن گفتن با مردم بوده و این حرفا رو میشنوه و واژه‌هایی که این سیاستمدار به کار میبره خیلی روی این اثر بد میذاره. شما کنشی داشتین از تماشاگرها در سالن؟ خیلی خوب برای اینکه ما بعد از هر نمایشی با مردم صحبت میکردیم و مردم شروع به درد دل کردن و سوالای خوبشون بودن و واقعا خیلی خوب بود. اون بخش برنامه همیشه توی این 4-5 شبی که این نمایشنامه رو من اجرا کردم خیلی خوب بود، برای اینکه مردم به راحتی حق دلشون رو میزدن. این کسایی که مردمی که میگیم خارجی های موقع آمریکا بوده یا خود آمریکایی هم همینطور؟ بله، خود آمریکایی هم همینطور. ما تماشاچیامون از تمام قشرها بودن، ایرانی، آمریکایی، از کشورهای عربی چندین نفر بودن، اسپانیش. خیلی خوشحالم شنیدم که خیلی تا الان که خیلی موفق بوده نمایشنامه و کار ساده‌ای هم نیست، تک نفره 1 ساعت و نیم روی صحنه و خیلی خوشحالم که تونستید استقبال خوبی هم بگیرید. خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتید و در ضمن اینجا باید تشکر کنم از همکارم تانیا که این فیلم ها رو تهیه کرده و گزارشی هم قبلا از شما تهیه کرده بود و بهنام ناطقی برای تهیه این قسمت رو موفقیت میکنم. خیلی متشکرم از شما و همکاران عزیزتون در صدای آمریکا. مرسی.